و این چی گفتم یعنی این آیات این آیات چی گفتم یعنی همین شروع شرط محبت یعنی چه المحبه گفتیم چه در بر میگرد یعنی اهل لا اله الا الله اهل لا اله الا الله دوست داشتن در اهل لا اله الا الله دوست داشتن اونایی که لا اله الا الله گفته لا اله الا الله به شروط هاش که عمل میکنن همین دوست داشتن در کار همین حدیث انس حدیث صحیحین انده حدیث انس و حدیث ابو هریره رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان يحكم شوي من كان الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار فهمت؟ یعنی هم یکمش چیه باید که همین سه چیزند آدم حلاوت ایمان مییابد یکمش چیه از همه بسیارتر الله و رسول باید که برای تو محبوب تر باشد و دویمش بنده وقتی که دوست می‌داری باید که دوست برای چی برای لا اله الا الله داره همین شاهد یعنی دیدید و اینجوری این بنده باید که ترس از کفر بگشتن چه خیلی که بعد از که الله تعالی به نجات داد چه خیلی که آتش به انداختن دوست می‌دارد گرفته تنور بهش انداختن که دوست می‌دارد هیچ کس دوست نمی‌داره نه بعد می‌بیند آدم اینا بعد می‌بیند خود دیگه میخواد کفر بگشتن گناه بگشتن بدعت بگشتن اهل بدعت بگشتن باید که تو چی کنی یعنی این چیزا بعد بینی نه یعنی برای همین یعنی الحمدلله که الله تعالی تو از بدعت نجات داد از گناه ها نجات داد از همین خیل احمقات تو نجات داد خود نزد ویا بگشتن نرفت دیگه نزد ویا به چی گشته دیگه نرفت هم خیلی نه الله تعالی تو نجات داد ولی این چیزا بعد بینی کن انا من چیز یعنی همین چیز بود برای همین انسان یعنی از اقتضای این محبت گفتیم چی وای عقیده چی می‌دارد انا من جنم و چی بیان میشه عقیده الولا والبراء چی میشه یعنی الولا والبراء یعنی دوست داشتن بدبینی فقط برای چی باشد الله سبحانه و تعالی باشد هم به ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید اثر ابن ابی شیبه و دیگرها به اسناد صحیح از ابن عباس روایت میکنند میگوید که ابن عباس میگوید که من احب لله و ابغض لله و والا فی الله و عاد فی الله فانما تنال ولایة الله بذلك واصبح اليوم غالب مؤاخاة الناس على أمر الدنيا لا يجدي ذلك على أهله ابن عباس لا يجدي ذلك على أهله شيئا فهمت؟ لا يجدي ذلك على أهله شيئا يعني آدم میگوید ولایت الله به نزدیک شدن الله به دوستی محبت الله تعالی بکنه وقتنده دوچار میشوی همین وقتنده که دوست یعنی محبتت برای الله باشد بدبینیت برای الله یک کس دوست می‌داری برای الله یک کس بد می‌بینی برای الله یعنی دوستی می‌کنی همکاری می‌کنی دوستی می‌کنی برای الله دشمنی می‌کنی برای الله علمی چیز که تو چی می‌کنی یعنی ولایت الله تعالی دفع می‌گیری الله به نزدیک میشی لیکن ابن عباس میگه که امروز افسوس که چه شد یعنی غالب برادری مردم چنده شد امر دنیونده شد زمانشو نداده نه امر دنیا بشه یعنی دنیا بشه یک چیز هم میبیند اول پیش اول نگاه میکند یعنی از همین یگون چیز دنیا یگون فایده میگرفته باشم یا نه یگون دنیا میگرفته باشم یا نه همین میبیند وای چیزی که چه شی ننده مولش دنیا شه اوای پاتو وای وجد یعنی وجد کیسه میگرد یک چیز فایده میبیاره چیز دنیاگیش به کارش مثلا یک هم میراد اعوذ بالله خلاها های اعوذ بالله بی شرم بی حیای بی انصاف که با مثلا اعوذ بالله چه میکنن خاصتا این چیز برای طالب علم یعنی ابدا یعنی چی نزدیکش به نمیفهمه این چیز یعنی طالب از تمام خیرات محروم میکنه از الله که دور شدی از همه خیر دور میشه یعنی با میبیاد چی میکنه یعنی یک هم میبیند آدم به یک بار دو بار میبیند که کار دنیاوی ده یاردم نداشت یاردمش به حاصل نمیشه خلاص میپرتاد دعوای در کار نمیگه من با میپرتاد در کار نمیگه مثلا چی خودش اوای دور میکنه خلاص یک اوای چی دور میکنه نقد دیگیش به میراد کنه دیگیش به میراد میبینه دو هفته تئاتر یک تام نقد میگیره و یا پرتاد چی به چون گفتن اوای یک فایده دنیاوی نیست یعنی یک کار دنیاوی میطلبه یا چی میگه و دستش نه اومد یا که نکرد مثلا یک چیز حتی رتبه گفت که برادر من تو یاردم نمیدیم و
برای همین عقیده ولا ول برای ابن عباس فهمیده میگفت که اگر برای دنیا میگفت کمتر برای برادرت دشمنی پیدا شد فهم که توی عقیده چه ضعیفه. فهمیدید؟ برای دنیا این چیز بنه چه یعنی برابر شده نمیتواند. این دنیا چه این چیز برابر شده نمیتواند که برای دنیا تو دوستی کنی دشمنی کنی یعنی هم خیلی یعنی رسول صلی الله علیه و سلم زدن گفتن چقدر لیکن برای الله شده چه بخشید همه با دوستی کرد با همه کردی چیکار یعنی یک برادر خطا کرد و خلاص تمام صد فایده وای رو میگردوند یعنی میبیند که منند خیر آخرت علم یک فایده میگیرد این چیز تمام خودش دور کار باتاد وای برای چی برای که مثلا خوردنی به حاصل نشد یا که یک نوشیدنی به حاصل نشد آدم میگه که مر میگفت با این بنده همه خیلی میشد یعنی آدم برای همین یعنی الحب والبغض همیشه میشه یعنی برای الله سبحانه و تعالی میشه چی قدری که تو مثلا وای گندگی کنه یا چیزی که دیدی که مثلا عقیدهش مثلا از یعنی لا اله الا الله تحقیق کرده توحید انده وای آدم بعد نبین فهمیدید وای آدم چی بعد نبین من معنای حدیث چی بود یعنی همین چیز یعنی همین یعنی باید که چی برا از کی کنیم یعنی همین آدمایی که همین چیز به ضرر دارن یعنی از اهل کفر این همین محبت که گفتم که محبت این چه اقتضا میکند با از چیز یعنی از تمام دشمن های لا اله الا الله آدم این چیزها براءت اعلام کردن از کفر از شرک از فسق و فسوق از اجرام از بدعه از این چیزها باید که چه روی گردونیم هم به الله سبحانه و تعالی سوره ممتحنه انده میگه قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده حتی تؤمنوا بالله و دیگه بعد چیکار کردن یعنی براءت یعنی چی گفتن یعنی منکم و ممت از شمایان و از عبادت های شما ما رو گردونده. انا خیلی سنی صاحب منهج باید که عقیده یک چی باشد یعنی تمایز و تمایز باشد یعنی با کسی که دوستی میکنه بدون که وای دوستت کی یعنی صد خودت سنی کردن نشون تایی که سفیان چی میگفت یعنی اینها خداش نه بدعتاش نه روز کنن که لیکن دوستیاش نه روز کرده نمیتوانند دوستیاش نه روز کرده نمیتوانند فهمیدید دوستیاش نه چه روز کرده نمیتوانند یعنی دیدی که به همون ها میگردد یعنی این قول ما نه یعنی میگوید که چی اگه من به همین گارم همین خیلی میشم چه کنم این قول یعنی تو خودت سنی میگیری از اهل سنت میگیری از اهل سنت خلاص از اهل سنت باشه اهل سنت قولش قبول میکنیم یا نه عیب من چی عیب من امام ها یعنی همین امام های اهل سنت خیلی قرآن سنت هم خیلی قاعده های مونده چیکار کنم من این قول من نه این قول فلان نه قول قرآن سنت قول ائمه الهدى کسی که آدم دید دوستش به چسب بود با کی گرات هم بر برده به چیکن چسب کن هم خیلی یعنی فهمیدید الان خیلی مثلا چی میشه یعنی عقیده الولا و البراء قرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نگرید یعنی من بخیل مثلا چیکار کردن یعنی عقیده الولا و البراء تحقیق کردن وایها عقیده الولا و البراء چیکار کردن یعنی عقیده الولا و البراء چیکار کردن یعنی تحقیق کردن همین به انسان باید که چیکار کنه یعنی یعنی با فقط با اهل سنت چی قدری که دیدی که اهل سنت طالبای علم با توحید و با سنت مشغولن همینا به خودت هم قوم لا یشقى جلیسهم همینها آدمایی که با اینا کتشین هیچ وقت بدبخت نمیشی لیکن دیدی که همین چپ راست گشت و زمین رفت راست اسم میراد اسم شرق و غرب میراد است میشون میراد همین غیبت میکردی گابزه میکرد فر منهم فرارك من الاسد خیلی از شیر میگریدن هم خیلی گریز و این چون دیدی که هم برادرهایی که همین سنت و توحید که مشغولند دیگرها نزد اینها بده میپیاد آدمینا خودش دور میگیرن فهم که چی مشکل دارن قول رسول صلی الله علیه و سلم حدیث ابو هریره بخاری بنی حدیث الارواح میگه صلی الله علیه و سلم جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ارواح روحها هست مثل جنود مثل عسکر برینن عسکر همش یک جنده میستد که عسکر خیلی میانی میدان جنگنده دو عسکر هم یک عسکر
یک جا جمع میشه دیگرش یک جا جمع میشه ها یک آدمی که میبیند ها یک آدم دیر کرد جنگ به میبیاد عسکری خودش میبیند مباشرتا عسکری پیش دشمن نمیرد که پیش دشمن برات دشمن وای میکشد یعنی مباشرتا پیش که میمیرد عسکری خودش میمیرد ارواح هم میخیله فهمید سنی دید نازم به میتواد برای همین ها احتیاط شوید احتیاط شوید بعضی ها های میگرد چیوا به برادر نمیگرده من وقت ندارم ها من دستم بسیار من کذا ها چیل میبینیم که مطعمانده میگاری ها میبینیم که میگاری راست و چپ کاره میبینیم که بازیکار میگاری چی به وقتت نیست یعنی چی دروغ میزنی ها مو ندیدیم از نزد علما هایی که بارنده من مشایخ وقتی شیخ عباد خونش بر رفتیم پرسیدیم شیخ عباد دیدیم ما فکر میکردیم که تو به شیخ عباد غرفش دادگی خود عبادان زندگی میکنی نیستی گیجونده ای تو گیجونده وای دیدین نیست میگوید که چیه نزدیکینده همین یا بازارنده یا مطعمنده یا آشخوننده یا کافینده یا چای خوننده میگرد تونی پیش اهل سنت اومدن با وقتش نبوده است فهمیدید اینه چی میگه رسول صلی الله علیه و سلم الارواح جنود مجنده یعنی اگر سنت دوست داشتگی همین توحید اند همین منهج اند باشد وای به این خیلی آدمو زندگی کردن نمیتونه می بیاد گرچند وای با ظلم کردگی زدگی کوفتگی مالش گرفتگی ها ملکش گرفتگی می بیاد نزد برادر رو هم خیلی نه برای که ارواح جنود مجنده برای همین ابن حجر میگوید که اگر میگوید بینی که میگوید یک سنی که کمتر بغضت معاملت کنده برای هم وای حالا که سنی برای یک دنیا برای یک چیزی وای بد میبینی دینت از دیگه تفتیش کرک بر ببین که دینت اند چی ای خلاله برای چی تو اهل سنت دوست نداشت استاده ای فهمیده و خود نمیخواد چه اهل بدعه برای همین یعنی سنی با اهل بدعه زندگی کردن نمیتونند فهمیده مثل سنی یعنی از اهل سنت باشد میونه اهل بدعت نشینه گویا که بالای چی نشسته است الوبا بالای لخشان نشسته است لخشه میگن چی میگه صندلی دونش به درآمد بالا داشته چی میشه یعنی چند اشتا میتونه میپذیر ها از نقد گفته اشتا میگیره چای بفته ها میگیره میخیده میگیره تا جا نه یعنی ها یعنی نمیتونه اصلا اونجا بشه بی خبر نادونیست اگر اشتمونه دا چیکار میکنه یعنی ها مباشرتا دونیست نادونیست سرجاتو خدمت میکنه انا میخل سنی هم اگر اهل بدعت کتیشش مباشرتا نزد و یک بگیره نظر کن نزد اهل سنت بکشیش تا قال الله و قال رسول الله میشنود راحت کنه باید که چیه و یا کتی دو دایم همشتر این چی بود یعنی